شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. الله رو بی نهایت سپاس به خاطر تمام نعمتهاش، به خاطر نعمت ایمان، به خاطر نعمت اسلام، به خاطر نعمت قرآن، به خاطر وجود حرمین شریفین. الله رو بی نهایت سپاس به خاطر فرصت هایی که در اختیار ما و شما گذاشت در روزهای گذشته تا درباره موضوع حج با شما عزیزان صحبت بکنیم. امروز هم در 20مین روز پوشش مراسم حج امسال، حج 1437 هجری قمری، با آخرین برنامه رکن پنجم در خدمت شما خوبان و عزیزان خواهیم بود. ما از حدوداً 19 روز گذشته که امروز 20مین روزش هست با این برنامه در خدمت شما عزیزان به صورت زنده و روزانه بودیم. البته در روزهای مشاعر کل روز رو سعی کردیم در خدمت شما عزیزان باشیم، بیشتر وقت مراسم حج امسال رو، و سعی کردیم تا حج امسال رو اونگونی که قول داده بودیم به شما عزیزان به خانه های شما بیاوریم و امیدواریم که تونسته باشیم به قولی که دادیم وفا کنیم. الحمدلله حج امسال با آرامش و آسایش و خوبی به پایان رسید. در خدمت جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز خواهیم بود در برنامه امروز که آخرین برنامه ما شما درباره رکن پنجم هست و مواردی که نیاز هست باز اشاره بکنیم در پایان مراسم حج امسال. من در ابتدا به نمایندگی شما عزیزان خدمت جناب دکتر عرض خوش آمد دارم و عرض ادب و سلام و احترام. جناب دکتر خوش آمدید. خیلی خیلی ممنون. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم، هم خدمت شما و هم خدمت دستاندرکاران عزیزتون که در این روزها زحمت‌های بسیاری رو متحمل شدید و واقعیت داره امروز برخلاف استاد سلیمانی که گونه‌هاشون گل انداخته و خوشحالند که به هر حال برنامه‌های این سلسله به پایان رسید، حق هم دارن ایشون و همکارانشون. ماشاءالله زحمت‌های ماشاءالله بی‌دریغی رو این روزها متحمل شدند، نه خواب داشتن نه بیداری و همه برنامه رو پوشش میدادند و ما هم طفیلی بودیم بر سفره‌های این بزرگواران. اما خب به هر حال این سفره دیگه جمع میشه و ما طفیلیان هم باید دنبال سفره دیگه، خب حق داریم ما هم که ناراحت باشیم و دلخور. در هر حال عرض ادب و سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و این از اینی که در این روزهای گذشته ما رو همراهی کردید کمال سپاس رو دارم. امید هست که انشالله بتونیم در آینده هم در خدمت شما بیشتر و بیشتر باشیم و در خدمت شما هستم استاد سلیمانی عزیز. خدمت از ما جناب دکتر و خوشحالی ما بیشتر به خاطر این هست که الحمدلله امیدواریم که تونسته باشیم حداقل به قولی که داده بودیم و عهدی که با شما عزیزان بسته بودیم وفا کرده باشیم. اجازه بدید در ابتدا تبرکاً هم که شده سری بزنیم به مکه مکرمه و مسجد الحرام و تصاویری از مسجد الحرام رو به همراه شما عزیزان داریم مشاهده میکنیم. در تصویر سمت راست مسجد الحرام رو داریم و در تصویر سمت چپ مسجد نبوی شریف مکه مکرمه و مدینه منوره و حرمین شریفین رو با هم داریم مشاهده میکنیم. در دو تصویر پیش رو حجاج بیت الله الحرام عده‌ای هنوز در مکه مکرمه باقی ماندن بعد از پایان مراسم حج و عده‌ای به مسجد النبی به مدینه منوره مشرف شدن و سفر کردن تا شهر رسول صلی الله علیه و سلم رو از نزدیک زیارت بکنن. حج امسال به یاری الله متعال و با دعای خیر بندگان مخلصش به حمدالله با کمال آرامش و آسایش به پایان رسید
و در این دو مکان مقدس، در حرم نبوی شریف و در حرم مکی شریف، حرمین شریفین، حجاج بیت الله الحرام همچنان مشغول عبادت‌های خود هستند. اون عده‌ای از حجاجی که در مکه مکرمه و مدینه منوره باقی ماندن. حج امسال با وجود اینکه یک غایب بسیار بزرگ داشت که جزئی از پیکره امت اسلامی است و در حج امسال میهمانانی جای اونها خالی ماند، ولی الحمدلله با امنیت و آسایش و آرامش کامل به اتمام رسید و الله را از این بابت بی‌نهایت سپاسگزاریم و شاکریم. و با وجود تهدیدهایی که از سوی یک عده‌ای از ابرهه صفتان به حرمین شریفین صورت گرفته بود، با وجود تلاش‌های مذبوحانه عده‌ای از قلب‌های بیمار و چشم‌های طماعی که چشم دیدن حرمین شریفین و شکوه حرمین شریفین و اون اشتیاق و شوق و رغبت و تمایل محبوبان و محبین حرمین شریفین به این دو مکان مقدس رو نداشتن و هر گونه تلاش کردن و سعی کردن تا دل مشتاقان و چشم شیفتگان و اون جسم و روح عاشقان حرمین شریفین به این مکانهای مقدس نرسه. باز هم به حمد الله تعالی تصاویر رسید، باز هم شیفتگان حرمین شریفین از هر راهی که شده بود قلبهای خودشون رو فرستادن، روح خودشون رو فرستادن و با تصاویری که به حمد الله و به فضل نعمت‌هایی که الله متعال در این عصر و زمانه در اختیار ما و شما گذاشته خودشون رو مرتبط کردن و گویی که حج کردن، گویی که با حجاج بیت الله الحرام بودن. گرچه خودشون در مراسم حج حاضر نشدن، اما با دعاهای خودشون، با تضرع و زاری و نیاز خودشون از الله متعال اجر و پاداش خواستن و آرامش و امنیت برای مشاعر مقدسه و الله متعال هم دعای عزیزان رو قبول فرمود و الله متعال بر ما منت گذاشت که امسال الحمدلله حج امسال با آرامش کامل، با آسایش و امنیت کامل و با تلاش و کوشش خادمینی که در این سرزمین مقدس برای مشاعر الله متعال، برای عبادت هایی که مؤمنین انجام میدهند، برای این اماکن مقدس ارزش قائل هستند، حرمت قائل هستند، الحمدلله با نظم خاص خودش، با آرامش خاص خودش، با زیبایی و به راحتی و به آرامی به پایان رسید و حجاج بیت الله الحرام حج بسیار زیبایی رو امسال تجربه کردند. جناب دکتر، در ابتدا دوست دارم که نظر شما رو هم درباره حج امسال بشنویم، با وجود اینکه الحمدلله می‌بینیم یکی دو روز نسبتاً دیگه حجاج بیت الله الحرام از اون حرکت و تکاپویی که در حج داشتن مقداری به استراحت پرداختن. در مکه مکرمه و یا در مدینه منوره حج امسال رو چطور دیدید؟ چگونه جمع‌بندی می‌کنید وضعیت حج امسال رو؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و الصلاة والسلام علی حبیبی و مولای رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. اینی که عزیزان خوشحالند که امسال حج با امنیت و آسایشی ما داشتیم و شما هم بهش اشاره کردین. البته من این رو اشاره کنم که در طول تاریخ همیشه حج محبت امن و امان بوده و هیچ موردی رو ما نداشتیم که به اصطلاح مورددار باشه، مگر اون مواردی که به اصطلاح تاریخ اونا رو نمایان کرده. نمایان بودن این موارد خودش دلالت بر ریتم عادی بودن حج داره. مثلا وقتی ما میگیم سال 317 هجری قرمطیان شیعه وقتی که گرفتند و حاجیان رو ذبح کردند، یعنی این اتفاق یه بار افتاد با تاریخ اینو این در 300 سال گذشتهش این اتفاق نبود. هیچ قبل از اون به تا 317 سال گذشتهش هیچ موردی همچنینی نبود. بعد از اون هم که به اصطلاح کل تاریخ ما هیچ موردی نداشتیم غیر از امنیت، خوبی، راحت، چون که اصلا عبادت حج عبادت سلام و امنیت و لا رفث ولا فسوق ولا جدال هست. ماهاش ماهای حرام قرار داد، ماهای حرام، شهر مکه شهر حرام، روزهای حرام، همش به اصطلاح امن و آسایش هست. و فقط مواردی که به وجود اومد با اومدن کودتای آقای خمینی در ایران بود که ما چند مورد رو داشتیم در سال 1402 و 1403 و 1406 و 7 و 9 و به اصطلاح سال گذشته. و امسال این آقایون نیومدن. واقعا هم
دردناک بود وقتی که انسان احساس میکنه که 80,000 حاجی ایرانی نمیتونن بیان به حج، جاشون خیمه هاشون خالی، همه چور صفا زده همه جا رو آماده کرده بودن براشون. امیدها بود که به اصطلاح حاجی های عزیز ما هم بتونن بیان و به ندای حضرت ابراهیم و به ندای حق لبیک بگن. اما متاسفانه خب یه چند صد نفری همه این مشکلات رو هم که به اصطلاح افرادی ایجاد کردن، هرگز کسی نمیگه که به اصطلاح ایرانیان چنین کردن. میگن یک چند صد نفر به اصطلاح مزدوری خائنی که به اصطلاح یا دوزای سرگردنه‌ای که ملت رو به اسارت گرفتن و میخوان که از این مسائل استفاده ابزاری بکنن به خاطر به اصطلاح بعضی از خواسته ها و انگیزه های سیاسی که دارن، انگیزه های مذهبی و دینی که دارن و قضایای به اصطلاح چپاول ثروت های ملی مردم و به اصطلاح به هر حال خدشه‌دار کردن اون احساسات و عواطف ملت دلیر و ملت مؤمن و با خدای ایرانیمون. در هر حال وجود نبودن اونها، نبودن حاجیان عزیز ایرانی برای همه به اصطلاح ناراحت کننده بود، همه عزیزانی که به اصطلاح در حج بودن. اما نبودن باز اون افراد موذی که هر سال مشکل ساز بودن، خب یک حالت به اصطلاح امنیتی بود. حالا شما ببینید که یک جایی شما همیشه خطر عقرب بود، یه عقربی گفتن هست مواظب باشید و نیش عقرب نه از بهر کین، از اقتضای طبیعتش همین است. امسال گفتن یا عقربه نیست. مردم چقدر راحت بودن، چقدر به اصطلاح احساس امنیت می‌کردند و الحمدلله هم نشون داد، حج امسال نشون داد که این موذیانی که همیشه مشکل ساز بودن کی بودن. واقعا یک به اصطلاح مهر ننگی بود که بر پیشانی این آخوندهای ایران زده شد. البته همونطور که در مکه مکرمه فضای امنیت و آرامی بود و مردم خوشحال بودن، در این مزدوران این آقایون ساکن ننشسته بودن. اینایی که بسیار جیره خورن دیگه، حالا باید به خاطر اون به اصطلاح مبالغی که از ثروت ملی ایران با عرض پوزش اون مبالغی که از ملت ایران میدزدند و به اینا داده میشه، باید اینا کاری بکنن. من داشتم به اصطلاح در این مدت رسانه های پاکستان رو پیگیری میکردم، دیدم که به اصطلاح اینا دستبردار نیستن. بچه ها خوندایی که به اصطلاح خب به هر حال جیره خوار ایران هستند، پولشو میگیرن، باید یه طوری به اصطلاح نمکی که میخورن اینو حلالش کنن واسه خودشون. آورده بودن که آقا در نمیدونم یکی از خبرایی که در چند تا از رسانه‌های ایرانی پاکستان آمده بود و خیلی پررنگش کرده بودن، اینی که آقا 4,000 حاجی به اصطلاح پاکستانی موندن تو عرفات و اینا نتونستن به مزدلفه برسن. و جالب هم اینجا بود که به اصطلاح با چند تا از این حاجیای دروغین مصاحبه تلفنی هم داشته. خوب از اتاق بیغلی کنترل مثلا برای خودشون به اصطلاح اینا طوری حرف میزدن که من تعجب میکردم که به اصطلاح آدمی که دروغ میگه حداقل یه مقداری این ور اون ورشو نگاه کنه. یک دروغای شاخدار که طوری به اصطلاح کسی که مثلا میشنوید فکر میکرد که عرفات مثلا تهرانه. اینا به اصطلاح نه قطاری گیرشون اومده، نه اتوبوسی، نه هیچی که خودشون رو مثلا برسونن به چی؟ به اصفهان. خب بیچاره هم حق دارن، ناراحت هم بودن. حالا کسی نمیدونه بابا خب قطار نیست اتوبوس نیست، خب قدم خداوند پا داده دیگه، 2 قدم راست بلند شو برو. همه حاجی ها هم که پیاده دارن میرن، اکثر جمعیت پیاده میرن، همه اکثریتشون پیاده میرن. خب و اصلا خودش صفا داره در این وقت به اصطلاح غروب و قدم زدن به سوی مزدلفه، حالا هوا خوب، اصلا صفا داره بیشتر آدم. عرفات و مزدلفه آخرش که من وصل هستن، اصلا چسبیده به هم. پایان مزدلفه میشه اول عرفات، از آخرین جای عرفات هم که حساب بکنیم تا اول مزدلفه 3-4 کیلومتر را بیشتر نیست. و جالب این که به اصطلاح خیمه های پاکستانی اصلا در همون ابتدای عرفه بودن که نزدیک به مزدلفه هست، هیچ مشکلی نبود. اما به هر حال دروغگوست و به اصطلاح بی‌آبرویی. یه مورد دیگری هم آورده بودن که نمیدونم
به اصطلاح یک هتلی در نزدیک حرم با نمیدونم حدود 756 حالا هم شماره افراد همچین آورده بودن که آدم دیگه شک هم نکنه. آخه این رقم سمت راستشون هم میگن 756 تا حاجی پاکستانی این هتل آتیش گرفت، این حاجی‌ها هم زغال شدن رفتن. هیچ کم خبرش بخش نکرد. پیش هم ببین این دروغا و این به خاطر چی ترسوندن مردم، وحشت انداختن مردم، اینا دستبردار نبودن. اما به هر حال خداوند متعال همه اینا رو رسوا کرد و حج امسال یک حج پر امنیتی بود، مثل همون چیزی که گمان میرفت و همیشه هم بوده در تاریخ. و الحمدلله رب العالمین، خداوند ان شاءالله حج حاجیان عزیز رو قبول کنه و ما رو از اجر و پاداش حج اونها محروم نکنه و ان شاءالله همیشه حج پر امنیتی داشته باشیم. و وجود چیزی هم برای من قابل ملاحظه بود، وجود ایرانی هایی که به اصطلاح خودشون رو از کجا آبادها به حج رسونده بودن، از خارج از ایران چه زحمت هایی رو متکفل شده بودن، چه همت کرده بودن جو کشورهای دیگه برو مثلا ویزا بگیر به خودتون رو به حج برسونید. واقعا این نشون میده که این به اصطلاح عاشقان و شیفتگان توحید در سرزمین فارس، این فرزندان سلمان فارسی که در اثر از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اومده است که در وصف سلمان فارسی و فرزندان سرزمین فارس فرمودند که اگر این دین لو کان هذا الامر فی الثریا لبلغه رجال من فارس، اگر این دین و این ایمان در آسمون ها باشه، در کهکشان ها باشه، مردانی از این فرزندان سلمان فارسی از این سرزمین میرن خودشون رو میرسونن. واقعا این زحمت رو تحمل کرده بودند عزیزانی که به اصطلاح خودشون رو به حج رسوندن و اونجا دیگه در واقع نمایندگان واقعی ملت ایران زمین اینها بودند که خداوند ان شاءالله حج این عزیزان رو هم قبول کنه و حج اینها رو هم، حج دیگه شیفتگانی که مثلا نتونستن خودشون رو برسونن، از اجر اینها هم اونا رو به اصطلاح محروم نکنه. آمین آمین جناب دکتر. حقیقتا در این روزها شاهد صحنه‌هایی از همکاری و از خدمت و از تلاش با عشق و محبت نسبت به حجاج بیت الله الحرام رو در مسجد الحرام و در مشاعر مقدسه در مکه مکرمه شاهد بودیم که واقعا اشک بر چشمان هر انسان پاک دلی و هر انسانی که قلبش خالیس از این تعصبات و از این دشمنی‌های بی‌دلیل و دشمنی‌های بی‌مورد، واقعا اشک بر چشمان انسان جاری می‌شد که ان شاءالله در فرصت‌های پیش رو و در روزهای آتی ان شاءالله تصاویری از این صحنه‌ها و از این خدمت‌های خالصانه و از این تلاش‌ها و از این به هر حال کوشش‌هایی که در طول شبانه روز در مشاعر مقدسه انجام می‌شد ان شاءالله با هم مشاهده خواهیم کرد. حجاج بیت الله الحرام کم کم دارن برمیگردن به سمت خانه‌های خودشون و کم کم کوله بار بستن، دی بازگشتن و برگشتن و رفتن. و دی دیگری همچنان در مسجد الحرام و مسجد نبوی شریف مشغول عبادت هستند تا در روزهای پیش رو کم کم بار سفر ببندن و حرکت بکنن به سمت خانه‌های خودشون. وقتی که حاجی برمیگرده به سرزمین خودش، اون حال هوایی که در فضای شهر و دیار خودش میبینه مختلف است. برای کسانی که الان حاجی دارن، برای اون عزیزانی که به هر حال شخصی از اونها به نمایندگی رفته برای حج، حالا ما در ایران این مسئله امسال متاسفانه کم رنگتر هست، شاید بگیم مثلا کم رنگ هست، اما در تاجیکستان، در افغانستان، به هر حال در جاهای دیگری از کره زمین که حداقل مخاطبین ما شبکه جانب سال حق رمندگانی دارن، حال هوایی برای استقبال از حجاج وجود داره و ما هم دیدیم بارها وقتی که در منطقه حاجی وارد میشه، دور بری ها اهل محله برای استقبال از حاجی یک سری رسم و رسوم ها دارن، آداب ها و به هر حال عرف هایی دارن که قصد داریم در فرصتی که پیش رو داریم در این برنامه با عنوان آخرین برنامه ما در برنامه رکن پنجم مقدار با جناب دکتر در این باب صحبت بکنیم درباره بخش آخر بحث سفر حج که بازگشتن حجاج بیت الله الحرام به خانه های اونهاست و به آغوش خانواده و دوستان و آشنایان. جناب دکتر از این آداب و رسوم برامون بگید، از هر جایی که حالا دوست دارید شروع بکنید، از تاریخش برامون میگید، از
خوبی‌هاش میگید، از رفتنش میگید یا برگشتنش اختیار بخورید؟ ببینید این قضیه رفتن به حج، این بسیار یه فرهنگی رو خود به خود برای خودش ایجاد کرده و این فرهنگ هم عمق در تاریخ داره. واسه این که مثلا اون قدیما که طرف افراد که میرفتن به حج، در واقع حج یک سفر بسیار پرماجرا و پرمخاطره بود. طرف بلند میشد از خراسان، از تاجیکستان، از گیلان، از آذربایجان بلند میشد میرفت حج. حالا این چند ماه تو سفر، چه افرادی همراهش هستن، کجاها میرند، اسب، شتر، الاغ، چیزی که گیرشون میومد، بیشتر مسیر رو پیاده میرفتن. اون وقتا در مسیر راه حج به خصوص کاروانسراهایی به اصطلاح تشکیل داده بودن. بعدش هم به هر حال خب سفر است و خطر، و در طول سفر هم که دیگه هر نوع افرادی پیدا میشه. مسیر از جایی میرفت که مسلمون بودن، از جایی میرفت که مسلمون هم نیستن. خب دزدای به اصطلاح راهزنا اینا هم در طول مسیر منتظر بودن که همچنین فرصت‌هایی پیش رو میاد. حالا حاجی که به اصطلاح عزم سفر بسته، خب این هم تمام دارایی خودش رو داره. سفری که به اصطلاح چند ماه رفتش هست، چند ماه برگشتش هست، اونجا مخارج اونجا هر چی داره و نداره با خودش برده. در مسیر خب به هر حال اون وقتا هم که حکومت‌های اسلامی که بود، مراکزی که بود، نیروهایی هم این کاروان‌های حاجی رو، حجاج رو همراهی می‌کرد. خب این نیروها هم در همه مسیر رو نمیتونست بره. خب به هر حال اون بسیار کشوری که داشتن اقتضا میکرد تا محیطی که به اصطلاح سلطه اونا بود میتونستن حاجی ها رو همراهی کنن. خود حاجی ها هم که به اصطلاح برای جنگ که نمیرفتن، خب برای عبادت میرفتن. اینا هم هر نوع افراد توشون بود، به اصطلاح پیرزنا بودن، پیرمردا بودن، بزرگسال و خردسال و اهل جنگ و اینا نبودن که. اگر چند مقداری هم جوون همراهشون بود که میتونستن مثلا با یک افراد کمی اگر خودشون مقابله کنن، اما با یک دزدای به اصطلاح که جا رو میدونن، جغرافیای منطقه رو وارد هستن، تو گردن ها سر و کلهشون، همه اینا خطرات بود. واسه همین حاجی همیشه به اصطلاح سفر حج یه سفری بود که امکان برگشت توش هست یا نیست. خب خیلی وقتا بود که نمیشد. خیلی وقتا بود حاجی میرفت و اصلا از فضای حج خوشش میومد، اونجا چند سالی میموند. خب میرفت مثلا اونجا حلقات علم و دانش و اینا رو میرفت. مثلا شخصیت‌های بسیار عمده علمی ما داریم در زبان فارسی خودمون که ساخته سفر حج هستن، مثل شاه ولی الله دهلوی، مفسر قرآن کریم، بهترین و یکی از شاخص‌ترین ترجمه‌های قرآن کریم تا امروز مالیشون هست. ایشون سفرش یک سفر تحول آفرین بود که خودش از یک به اصطلاح مدرسه معینی بیرون شد، برگشت، چند مدتی رو در مکه مکرمه سپری کرد. وقتی اومد یه امام بود واسه خودش. و بسیاری از افراد مثل این ما داریم. شما از مفسرین اشاره کردید، علامه شنقیطی رو مصاحب از بیان داریم که از موریتانی حرکت کرد، اومد و ماندگار شد، حرمین ماندگار شد. و الان بسیاری از شنقیطی هایی که در حرمین شریفین هستن، علامه محمد شنقیطی رو هم ما داریم که ماشاءالله الان خودشون جزء هیئت کبار علمای سعودی هم هست. ایشون هم از همین یعنی آبا اجدادشون هجرت کردن برای حج، دیگه برنگشتن. بسیاری از علمای حرمین حتی که الان هستن، آبا اجدادشون برای حج رفتن به سفر، بعد دیگه برنگشتن. اصلا افرادی که میرن در مکه مکرمه این رو به وضوح میبینند. شما در مکه مکرمه یه شکل آدم ندارید. یعنی یه آدمی نیست که شما بگید مثلا بچهای فلان شخص رو دیدی میگه شکلت به بچهای هرات میخوره. اما تو مکه مکرمه اینطور نیست. تو مکه این رو میبینی شکلش مثل چینایی‌ها است. بچه کجایی؟ میگه بچه مکه. خب تو که مثلا به مغولا میخوری میگه بچه مکه. از هر قوم و هر ملت های افرادی اومدند و ماندگار شدن. خب این بود که حاجی قبل از اینکه به سفر بره، خب میرفت اولا از همه افرادی که به اصطلاح حقی به اصطلاح داد و ستدی بینشون بود و به هر حال احساس میکرد که شاید مثلا در حقشون کوتاهی کرده، از همه حلالیت میطلبید. بعد هم مردم میرفتن به اصطلاح بدرقه ایشون رو خداحافظی میکردن.
بعضی رو به اصطلاح میدونستند که این سفر حج هست، خب در این اجر من هم سهیم باشم. هدایایی مثلا مبالغی رو به حاجی میدادن که به اصطلاح این رو با خودت داشته باش، در مسیر نیازت میشه و اینا. در حال یک سفری هست که شاید بر نگرده و به این صورت خیلی سفر بسیار خودش هم میرفت، با قبرستان سری میزد، با مرده هاشون خداحافظی میکرد و دعایی میکرد در حق اونها و اینا. یک سفر خاصی بود. بعد مردم هم با کاروان حج حرکت میکردن، تا مقداری راه بدرقه‌ش رو میکردن. اصلا اصولا در ما ملت های اسلامی قضیه سفر یه طعم خاص خودش رو داره. مسافرمون رو بدرقه میکنیم، به پیشوازش میریم، حالا هر مسافر هر جا که باشه. خب این از عادات و رسوم ماست. حالا که به اصطلاح به حج میره، این دیگه خیلی برای ما بعد معنوی پیدا میکنه. احترام حج و مکانت حج و شوق و اشتیاقی که ما به حج داریم و اینی که در آخرین لحظات حاجی چشمش با ما باشه که اونجا که رفت باز برای ما دعایی بکنه، خب ازش درخواست دعا میکنیم و از این حرفا. این همیشه بوده و اصلا همین هم هست که ما این رو به اصطلاح با یک عادات و رسومی که از اون زمان مونده تا الان خیلیاش هنوز هست. خب و در نه تنها در مثلا ما ایرانی ها، در افغانستان، در ترکیه، در تاجیکستان، در آفریقا، در همه جای دنیا وقتی نگاه میکنیم این عادات و رسوم بنا به اصطلاح عادات خود اهل منطقه یک بعدهای خاصی داره و همینطور که به این که به اصطلاح بدرقه‌اش بود. استقبال حاجی همچنین. خب استقبال حاجی الان که میاد دیگه، الان یعنی یک تولد جدیدی است. یک انسانی رو ما فرستادیم با یک خروار گناه، الان یک انسان معصوم از گناه که اومده به اصطلاح الان گناهاش شسته شده است، اجر و پاداش گرفته، با چهره نورانی میخواد برگرده. خب حالا این رو استقبال کردن خب خیلی به اصطلاح اهمیت بهش میدادن، هم حکومت‌های وقت، هم مردم و خویشاوندان. خیلی از به اصطلاح اون زمانهای قدیم به اصطلاح پادشاه یا حاکم وقت با بسیاری از علما و از به اصطلاح اهل سلطان و همه حاشیه سلطان میرفتن چندین کیلومتر یا چندین منزل اون زمان از حاجیان استقبال میکردن. خب این یه جای فخر داشت برای خود به اصطلاح حکومت و یه نوع اظهار وجود بود که من به اصطلاح مثل امروز که حکومت ها میخوان جایی، هر جایی که به اصطلاح مردم دوست دارن، اون چیزی که عواطف و احساسات مردم اونوری هست، با اونها هم یه سوتی بزنن که ما هم هستیم، ما با شماییم. برای انتخابات نیازشون میشه، برای به اصطلاح جلب مردم و اینی که وجاهت دینی به خودشون بدن. این همیشه بوده و هست. اون وقتا هم همین کاری میکردن، حتی اگر بسیار خوششون نمی اومد میرفتن، اجبارا میرفتن به خاطر به اصطلاح قضايا سیاسی. اونایی که باز انگیزه های دینی داشتند و محبت داشتند و عشق به دین داشتند، اونا که خب جای خودش میرفتن، از حجاج استقبال میکردن، نشون میدادن که ما به اصطلاح خادمان مهمانای خدا هستیم. به این صورت کسب اجری میکردن، از حاجی التماس دعا داشتن. خود مردم هم میرفتن به استقبال به اصطلاح حجاج، دو فرسنگ ها میرفتن در استقبال حجاج، حاجی رو می آوردن و در خود شهر به اصطلاح در طول مسیر به اصطلاح سرودهایی میخوندن، نمیدونم اشعاری میخوندن و از حاجی استقبال میکردن و حاجی رو می آوردن به شهر. این فرهنگ قدیم بود و خیلی چیزاش موند. اون وقتا به هر حال سفر حج هم همچنین اقتضاعات داشت دیگه، به هر حال خیلی سفر پرمشقتی بود. اما امروزه خب سفر حج اون سفر پرمشقت نیست. نه. همش چند ساعت سفر هوایی است. طرف میرسه، از وقتی از خونه خارج میشه تا کل مسیر حجش تا برگشتنش همش هر لحظه با خانوادهش در تماس هست. حالا تماس صوتی تصویری هم هست این روزا. خب همه مسیر به اصطلاح خانواده مطمئنند که مشکلی پیش نمیاد. کاروان‌های خاصی هست، اخبار لحظه به لحظه میرسه، تلویزیون ها به خصوص امسال که مثال حق دیگه به اصطلاح گل کاشته بود که از ابتدای کار تا آخر پوشش میداد.
خب این پوشش های تلویزیونی تصویری همه هست. خب الان اون بعد به اصطلاح که قدیما داشت اون رو نداره، کمرنگتر میبایست کمرنگتر میبود. اما خب یه مواردی دیگه هست که الان نقش داره و اونم قضایی به اصطلاح باز همونطور که امسال ما دیدیم قضایی که انگیزهای سیاسی که به اصطلاح حکومت داره، خب که حج را دلش بخواد مثلا انگار که بقالی بابا بزرگشه دیگه، هر وقت دلش خواست میبنده، هر وقت دلش خواست مردم میذاره که برن حج یا نرن. خب این قضای سیاسی به اصطلاح سعی میکنه دخل و تصرفی داشته باشه. بعضی انگیزه های باز خب تاجرای به اسم دین هست، خب که مردم رو تشویق کنند، آقا حاجی ها میرند باز یه روزخونی و یک نمیدونم رجزخونی به راه میندازند، حاجی ها اومدن خب تو بلندگوهای مسجد جار زدن و مردم رو جمع کردن و اینا، که اون به اصطلاح آخوندی که خودش نمیخواد بره حج اما احساس میکنه که این مشتری های من به اصطلاح از دست هم میرند وقتی میرند حج دیگه، حالا اینا موحد میشن، بعد نمیان به اصطلاح روزخونی منو بشنوند، بعد نمیان حرفا و چرندیات منو گوش کنند، فال پیش من بگیرند، بعد نمیان پیش به اصطلاح مزار من و سجاده نشینی من کم رنگ میشه، میخوان یه جوری خودشون رو تو معرکه بندازن که نه منم هستم، خودشون رو شیرین میکنن، ما هم هستیم و به اصطلاح ما همونی بودیم که هستیم و به هر حال ما توی خطیم و باز بتونن اون به اصطلاح شیطنت خودشون رو به اصطلاح پررنگ کنند یا ازش استفاده از این فرصتی که پیش اومده اونا هم یه ماهی بگیرن. خب این موارد هم هست. یه مواردی که هست، خب حالا این موارد رو ما نمیتونیم به اصطلاح زیاد روش بحث کنیم، به هر حال اینا همیشه بوده و هست و این افراد هم حرف ما رو گوش نخواهند گرفت. اما این مواردی هست که ما باید نقش داشته باشیم تو اصلاح اونها. مواردی که به اصطلاح برمیگرده به نوعی، ببین ما یک درست است که یک حاجی میاد واسه ما حج خیلی عزیزه، حاجی برای ما خیلی عزیزه، دعا طلبیدن از حاجی و نمیدونم احترام حاجی، چون که الان ما در واقع میخوایم که ابراز ارادت خاص خودمون رو به عبادت حج برسونیم. درسته. این حاجی که اومده همون پسر عموی قبلی ما بود، رنگ و روش عوض نشد، اما این رفته حج. این الان برای ما خیلی عزیزه. ما باز احساس میکنیم که ما نتونستیم این رو خداوند به مهمونی خانه خودش برد، حالا ما میخوایم بدونیم که توی این مهمونی چی گذشت. کسی رفت مثلا اومد، حالا خود ما همه این ماجرا رو میدونیم شاهدش بودیم، اما میخوایم که از دهن ایشون بشنویم، تجربه ایشون رو ببینیم. ببینید قضیه حج در واقع یک عبادتی هست که هر بنده به تنهایی در این میدان هست. هر کسی هم که از حج میاد حکایتش یه طعم خاص خودشو داره. در طول تاریخ اینطوری بوده ها. با وجود اینکه همه در یک عبادت، در یک مکان، در یک زمان یک کار انجام میدیم، اما باز هر کسی گویی خودش عبادت فقط خودش تنها در حج است. اصلا ما در چی بیاییم؟ در ادبیات خودمون، در ادبیات کلاً سفرنامه حج یه بخش خاص خودش رو داره. کلا در ادبیات مثلا ما ادبیات شعر داریم، نثر داریم، در خود نثر نمیدونم رمان داریم، فلان قصه کوتاه داریم، قصه بلند داریم، رمان داریم، تئاتر داریم فلان، اما یک ویژه‌ایشو گذاشتیم چی؟ سفرنامه حج. یک قسمتی از ادبیات هست سفرنامه، به طور عمومی سفرنامه ها، و از این قسمت سفرنامه باز یه بخش عمده‌اش هست سفرنامه حج. حالا همه اینها یه سفر رو طی کردن، از ایران برو مثلا به حج و برگرد. اما در ادبیات فارسی ما بیش از 400 کتاب داریم در سفرنامه حج. سفرنامه حج، نمیدونم ارمغان حجاز، نمیدونم بلاد الحرمین، به انواع و اقسام اسمهای مختلف به اصطلاح حاجیای ما رفتند و قلمهاشون تا امروز خشک نمیشه. از نمیدونم ناصر خسرو بلخی گرفته تا به امروز نویسندگان ما می نویسند و هر کسی به طعم خودش، به شیرینی خودش. همه این سفرنامه رو که میخونی، هر یکیشو میخونی تشنه دیگری میشه.
احساس نمی‌کنی که بابا یک سفر بود، یه رفتن، یه عبادت هست، یه جا رفتن، از یه جا برگشتن. نه خب نه این، بلکه ما رفتیم الان من امروز همینجور نگاه می‌کردم 7 مورد رو من دیدم به اصطلاح، حالا بیشتر از اینا خیلی هست. 7 موردی که من امروز دیدم که به اصطلاح سفرنامه‌های خارجی‌ها، اروپایی‌ها، افریقایی‌ها، عرب‌ها، عجم‌ها که رفتن به اصطلاح از کشورهای دیگه به حج، نویسندگان ما یا مترجمین ما خوششون میده اینو باش، از دیدگاه این آقا رو باش، اینو اگه من ترجمه کنم برای به اصطلاح خوانندگان فارسی خیلی شیرین خواهد بود، جالب خواهد بود. به اصطلاح مواردی رو از زبان‌های دیگه ما ترجمه کردیم به فارسی، با وجود بیشتر از 400 تعریفی که در فارسی داشتیم، با وجودی که بیشتر از 400 تعریف داریم. اصلا در دوره قاجاریه باز مثلا خیلی سفرنامه‌های حج پررنگ داریم. حالا چرا و در این زمان چرا دوره قاجاریه اینقدر پررنگ بوده، خب این هم جای بحث خودش رو داره. این همه به اصطلاح سفرنامه‌ها که نوشته شده، این به اصطلاح چی میرسونه؟ اینی که هر به اصطلاح چشمی، هر احساساتی، هر فردی خانه خدا رو به یه جور دیگه میخونه، یه جور دیگه میبینه. خب در این سفرنامه ها مثلا سفرنامه‌ای داریم که از اول تا آخر شعر هست، سفرنامه نثری داریم. سفرنامه نثریمون بعضیاشون حالت قصه وار داره، بعضیاشون روزنامه است، روزانه به اصطلاح این طرف خاطرات روز به روزشو نوشته. بعضیاشون موضوعی هست که به اصطلاح طواف چه طعمی داشت، مسعی چه طعمی داشت و هر یکی به اصطلاح اون درس ها و عبرت هایی که توش هست. تو این سفرنامه ها ما این رو می‌خونیم که به اصطلاح افراد دیدگاه های مختلف، بینش های مختلف، وجهش های مختلف، گوش های مختلف، احساسات مختلف دارن در خواندن به اصطلاح حج و سفر حج و این سفر ملکوتی. جناب دکتر اگر اجازه بدید قبل از این حالا ادامه سخن رو بپردازیم، به همراه شما بینندگان عزیز میان برنامه می‌بینیم، برمیگردیم ان شاءالله باز همچنان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با نکاتی درباره استقبال از حجاج بیت الله الحرام. جزاکم الله خیر. الورى طه حبيبي صلوا عليه بالمصطفى فلتنعموا بمدحه ترنموا بالمصطفى فلتنعموا بمدحه ترنموا أحلى الورى طه حبيبي صلوا عليه بالمصطفى فلتنعموا بمدحه ترنموا أحلى الورى طه حبيبي صلوا عليه هو رحمة للعالمين وأجل كل المرسلين الصادق الوعد الأمين صلوا عليه صلوا على رسول الله خير العباد صلوا على رسول الله خير العباد أحلى الورى طه حبيبي صلوا عليه يهفو لنا يا سعدنا يشتاق لقياه بنا أواه فاض حنيننا صلوا عليه على رسول الله خير العباد صلوا على رسول الله خير العباد أحلى الورى صلوا
ترنموا أحلى الورى طه حبيبي صلوا عليه بمحمد قلبي أضاء يا رب فامنن باللقاء من حوضه أرجو ارتواء بين يديه صلوا عليه رسول الله خير العباد صلوا على رسول الله خير العباد صلوا على رسول الله خير العباد صلوا عليه بالمصطفى فتنعم بمدحه صلوا على رسول الله خير العباد صلوا على رسول الله خير العباد لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بعد سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان و سروران حجاج بیت الله الحرام، عده‌ای به سمت خانه‌های خودشون برمیگردند و باز میگردند و مراسم و سر و صدا و شلوغی‌های آمدن حجاج بیت الله الحرام رو پیش رو خواهیم داشت. در اون اماکنی که از اون مناطق نمایندگانی به سمت بیت الله الحرام روانه شدن تا حج بیت الله الحرام رو انجام بدن و در حال بازگشت به اون مناطق هستند. جناب دکتر از آداب و رسوم و فرهنگ استقبال حجاج میگفتید. بله، در واقع چون حج خودش یک جایگاه خاصی در بین ما مسلمان‌ها داره، ما همیشه می‌خوایم که حتی استقبال از حاجی رو یک رنگ و بوی خاصی بدیم. جالب اینجاست که ما در این مورد روایاتی هم داریم. مثلا از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در روایتی در اثری اومده که وقتی حاجی میاد برید استقبالش کنید، سلام کنید و ازش بخواید، بهش سلام بکنید، ازش بخواید که براتون دعا کنه، مغفرت بکنه، چرا که حاجی مغفورون له هست، خداوند ازش درگذشته. حضرت عمر وقتی به عمره میرفتن، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ازشون خواستن، گفتن که یا اخی لا تنسنا من دعائک، یا اخیه برادر جانم. حضرت عمر میگفت که من تو عمرم از این به اصطلاح کلمه زیباتر نشنیده بودم که پیامبر خدا به من بگه برادر عزیزم، رفتی ما رو هم در یاد داشته باش و برای ما هم دعا بکن. اینی که بس ما از حاجی بخوایم برامون دعا کنه، خب چیز خوبی هست. ما به هر حال استقبال کنیم از حاجی چیز خوبی هست. احترام حج رو، عشقمون به حج رو، ارادت خاصمون رو به حج برسونیم چیز خوبی هست. اما ما یک قواعد کلی داریم که ما این که فرهنگ خودمون رو خودمون میسازیم و فرهنگمون رو بر مبانی قرآن و سنت میسازیم. خداوند متعال برای ما یک قاعده کلی میذاره و میفرمایند که ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اینایی که اسراف میکنن، تبذیر میکنن، اینها عملی انجام میدن که کار شیطوناست. اینا مثل برادرای شیطون میمونن، تو سنگر شیطونن. بعد آیه دیگه ای هم داریم که کلوا واشربوا ولا تسرفوا، بخورید و بیاشامید اما اسراف نکنید. ان الله لا يحب المسرفین. خداوند اسراف کنندگان رو دوست نداره. یعنی اسراف یه چیز حرام هست، یه چیز نادرست هست.
همیشه تجاوز از حد پیش ما چیز منبوذی هست، درستی نیست. در دین ما همیشه اعتدال اساس دین هست. اینه که وقتی که به اصطلاح حاجی میاد، ما نباید، این به اصطلاح مورد برمیگرده به عزیزانی که از حجاج استقبال میکنن، این یک انسانی هست فریخته، انتخاب شده به اصطلاح مهمانی خدا، رفته، خداوند ازش درگذشته، شیطان الان همش حقد و کینه است بر این انسان. انسانی که روش هزینه کرده بود 50 سال 60 سال، شیطان روش کار کرده بود، این یه عالمه گناه رو براش درست کرده بود، الان صاف برگشته. شیطان میخواد انتقامش رو بگیره. خب ما دیگه یاران شیطان نباشیم بر برادریم. چطور یعنی؟ یعنی این رو مثلا کارایی نکنیم که خدایی نکرده در قلب این حاجی یه نوع ریایی سبز بشه، یه نوع احساس بکنه که پس من از همه بهترم، من ویژگی خاصی به من شد. ببینید خداوند متعال نعمتی رو به این بنده خودش داده و شکر نعمت رو از بندهش میخواد. و اعملوا آل داوود شکرا، ای آل داوود اعملوا شکرا، یعنی این شکر رو انجام بدید. شکری که یه شکری نعمتی هست که خداوند به انسان داده. خداوند هر وقت به انسان نعمتی داد، اصلا در فرهنگ ما مسلمان ها شکر یک واژه هم برای خداست هم برای بندگان. در آثار از پیامبر خدا داریم که علیه السلام که من لم یشکر الناس لم یشکر الله، کسی که شکر بندگان خدا، کسی به خوبی کرد باید تشکر کنه. حالا خداوند متعال این حاجی رو این نعمتی داده، بذاریم که کمک کنیم که این حاجی شکر نعمتش رو ادا کنه. یعنی در مقابل این نعمتی که داده شکرگزار خداوند باشه، بتونه اون صفاتی که یک حاجی باید داشته باشه، اون اخلاقی که حاجی در حج یاد گرفته، اون مفاهیمی که حاجی از مکتب و مدرسه حج یاد گرفته، اینا رو عملی بکنه. خب حالا ما چطور ممانعت میکنیم از این کار که شما میگید که ما اجازه بدیم اینطور باشه؟ یعنی شما احساس میکنید کسی که به استقبال حاجی میاد آیا با افعالش با کردارش خلاف این رو انجام میده؟ کسی که به اصطلاح به استقبال حاجی میاد احیانا یه تصرفاتی میکنه که حاجی رو تو یک به اصطلاح مضیقه قرار میده. وقتی که میاد مثلا از وقتی که حاجی رفت، قبل از حج به حاجی که خودی نشون داد و گفت که یادت نره هدیه ما هم هدیه ای داد که یک هدیه در مقابلش برای من بیاری. خب حالا نگفته هم باشه، اما مفهومش اینه دیگه، وقتی که به اصطلاح مبلغی بهش داد، یه هدیه ای داد که اینو همراه داشته باش. و بعضیا که خیلی پرروترن به حاجی هم سفارش میکنن، انگار که به اصطلاح مکه مثلا بازار هست یا نمیدونم فروشگاه هست. بابا هر چی تو مکه هست تو شهر ما ارزونترش پیدا میشه، درست، به همون قیمت پیدا میشه. بیشتر این چیزایی که حاجی میاره از کجاست؟ همه اینا ساخت چین هست و چین با همه بازارهای کشور رو دست گرفته. خب اینی که ما به اصطلاح مجبور بشیم یه کاری بکنیم که این حاجی وقتی میره به حج اونجا همش تو بازارها ولو بشه که به اصطلاح فلانی انتظار داره، فلانی. نباید به حاجی برسونیم که از اونجا هیچ وقت ما نیار، اگر آوردیم میشکنیمش، بهش برسونیم که جناب عزیز جان تو برای ما عزیزی، عبادتت برای ما عزیزه، دعات برای ما عزیزه، یه نمیدونم تسبیح چینی که برای ما بیاری، یک هدیه به اصطلاح که از اونجا بیا، اینجا پیدا میشه، بهترش پیدا میشه. خودت رو اذیت کردن، وقتت رو ضایع کردن تو به اصطلاح خیابونا پرسه زدن دنبال نمیدونم فلان هدیه و فلان سوغاتی که برای ما بیاری نخواستیم. ما دعایت رو میخوایم، ما عبادت رو میخوایم که بریم اونجا درست عبادت بکنی، پیش خدا عزیز بشی، واسه ما دعا کنی، دعات هم قبول بشه. وقتی هم که میاد اینجا به اصطلاح به شهر دیگه نریم به اصطلاح تو حرجش نندازیم، هی حاجی بیچاره مجبور از در خونش رو وا کنه، هی برو بیا. وقتی هم میری بابا شما رفتید چی یه تبریک بگید، حالا این بیچاره رو اونجا میرید به اصطلاح لنگر میندازی اینجا که خونه خاله، هیچ تکون نمیخورید که چی. حاجی مجبور میشه که نمیدونم خانواده حاجی و همه اطرافی، حالا بنده خدا این سفری رفته خسته است اومده، حالا شاید وضع اقتصادی خوبی هم نداشته باشه، همون قد به اصطلاح مخارجی داشت که به اصطلاح تو حج این رو با خودش داشت، الان بیاد به اصطلاح واسه مهمونا غذا درست کن، شیرینی بده، نمیدونم میوه و چای بده. خب این در توانش نیست.
یه نوع بار اضافی ما سربارش نشیم. خب نمیدونم بیاییم با یه کارایی که به اصطلاح میکنیم. الان حج رفته، حج عبادت هست، عبادت رو رنگ عبادی بدیم، نه یه به اصطلاح رنگ ریا و خود فروشی و نمیدونم خود نمایی و اینا که بیاییم هی این ور اون ور کوچه و سر خیابون و هر جا پلاکارد بزنیم که جناب به اصطلاح قدوم میمون حضرت حاجی فلان و خانواده و نمیدونم همراهان و اینا رو تبریک میگیم و به امام زمان هم تبریک میگیم، به امام مکان هم تبریک میگیم و به همه تبریک میگیم و در پایان هم اسم خودمون رو با خط قرمز نستعلیق شکسته بنویسیم که همه ببینن که این کسی که این تبریک رو میگه من فلانی هستم. خب یه نوع فخر فروشی که منم به اصطلاح باز همسایم بیاد یا برادرم بیاد ببینه پس ایشون به اصطلاح یه تبریک گفته من چرا نگم. خب میبینیم که جلوی خونه یا حاجی یه 30 تا 40 متر پارچه گذاشتن، هر یکی واسه خودش مهر امضایی زده و نوشته. حالا همه اینا رو جمع کنیم ببینیم به اصطلاح چقدر هزینه برداشته. همین هزینه رو چرا ما نمی‌بینیم به اصطلاح به یک فقیری بدیم، به یک مستمندی بدیم، به یک راه خیری مصرف کنیم و یک اجر و پاداشی از خداوند بگیریم. اینی که بیایم به اصطلاح به این صورت خودمون هم در مضیقه قرار دیم، حاجی رو هم، یا به اصطلاح با هدیه ها بردن، همین که هدیه میبرند برای حاجی این خب به هر حال دست پر رفته دیگه، انتظار نداره دست خالی برگرده. خب حاجی بیچاره هم خب به حاجی دیگه شما هم شکلات آوردی، همسایت هم شکلات آوردی، این شکلات میخواد چه کار؟ اما در مقابل باید واسه شما یه ساعتی بده، یه نمیدونم دوربینی آورده باشه. حالا که به اصطلاح موبایل‌های لوکس اومده دیگه، عزیزانی که خیلی عزیزن دیگه انتظارات بالاست، حاجی بیچاره باید نمیدونم همه این انتظارات رو برآورد کنه. همه اینا چی از قرض و قرضه، از فشار اقتصادی از روی حاجی، روی خانواده‌اش، روی اینه که به اصطلاح این کارای ما باعث میشه هم واسه خودمون بد باشه، نتونیم به اصطلاح از حاجی چیزی که نیازمون هست، یه دعای صالح هست از اون بخوایم، و هم برای حاجی. و اینی که به اصطلاح بعضی عزیزان میان تو این مجالس خب کارهای زشت هم میکنن، میان نشستن سیگار میکشن، نمیدونم حتی بعضی جاها به اصطلاح دهل و ساز و این دو بند و بساط رو را میندازن، یا حتی مثلا اونجا حاجی چی به اصطلاح پیله کردن به حاجی که تعریف کن. بعضی مسائل هست که حاجی به اصطلاح زبانش اون احساسات رو نمیتونه بیان کنه. حالا ما که اینجا هستیم مونده بودیم مثلا احساسات روز عرفه رو چطور بیان کنیم. خب حالا اون حاجی میخواد چه بگه؟ بعضی از عزیزانی که به اصطلاح خب زیاد این مسائل براشون درک نبود، سطح سوادشون اینا دیگه هی پیله کردن. حالا اون چیزی که داشت گفت، یه بار گفت، بعد بیشتر مثلا این میشه که حاجی باز دیگه خب چه بگه؟ باید این گوشایی که به اصطلاح میخوان که بشنن اینا رو پر کنه دیگه، مجبور میشه مثلا از سیاهای آفریقایی غیبت کنه، از نمیدونم اندونزیا غیبت اونا رو بکنه، اینا باز یک گناهکار میشه. و به اصطلاح این انسانی که ما نیاز داریم که به اصطلاح این رو در کنار خودمون داشته باشیم، یک انسان فریخته، یک انسانی که در میهمانی خدا باشه. ما سعی نکنیم که به اصطلاح رفیق شیطان باشیم و این رو به اصطلاح تو گناه بندازیم، تو مضیقه بندازیم. اینا این مسائل رو باید هممون مد نظر داشته باشیم، به خصوص از اینانی که خانواده‌های حاجی هستن. وقتی حاجی اومد بذارید این ابراهیم وار باشه دیگه، نذاریم به اصطلاح خونمون به اصطلاح بشه یه جشن بزرگ. برای چی؟ برای زدن به اصطلاح این نزاهت و خوبی و که تو حاجی هست، این اجر و پاداشی که حاجی به دست آورد این رو خراب کردن. ما بیایم به کارهای این چنینی، یا حتی به اصطلاح رفت و آمدایی که هم میشه به خصوص حاج خانم ها و مردا و آقایون و خانم ها و همه به اصطلاح خیلی موارد حجاب رعایت نمیشه، عفت رعایت نمیشه. تو بعضی مناطقی خیلی بدتر از اینها میشه، دختر خانم‌ها میان به اصطلاح استقبال میکنند از میهمانای به اصطلاح خانواده. همه این مسائل رو به مد نظر داشته باشیم که ما یک عبادت داریم، این عبادت رو با عادات یا با چشم همچشمی‌های بد یا با مواردی این چنینی نیاییم خرابش نکنیم. احیانا همینجوری که شما اشاره فرمودید جناب دکتر، متاسفانه در بعضی از مناطق ما
کاری رو که به حال یک عبادت بزرگی مثل حج، رکن پنجم دین امید اسلام انجام شده، در بازگشت مشاهده میکنیم که متاسفانه در خود فضای ماحول حاجی گناهان بسیار بزرگ اتفاق میفته و چه بسا برخی از اونها به شرک میکشونه حتی ما رو. و میبینیم که جناب دکتر مثلا حکایت سربریدن یک حیوان جلوی پای حاجی و این واقعا یک مسئله بسیار خطرناک است که در بعضی از مناطق اتفاق میفته و ذبح غیر الله و نام غیر الله، یعنی گویی که حالا بالا اینکه بسم الله هم بگه طرف، اما جلوی پای حاجی کشتن یعنی داره برای حاجی میکشه اینا دیگه. و حتی شاید راضی هم نشه اگه بهش بگیم که جای دیگه بکش، میگه نه حتما بعد این خون جلوی پای حاجی ریخته بشه. یا جلوی پای عروس هم بعضی کارا این کارو میکنن و مواردی رو که شما اشاره فرمودید واقعا جای تأمل داره برای همه عزیزانی که منتظر یک حاجی هستن. کاری نکنیم که اون عبادتی که انجام شده، اون ثوابی که بهش رسیده، ما سبب بشیم خدای نکنه به گناه مبدل بشه. و کاری نکنیم باز که ما با خرج‌های آنچنانی، شاید خانوادگی بگه ما داریم، حالا میهمانی‌های آنچنانی بگیره، خرج‌های آنچنانی بکنه، هدایای آنچنانی بده و این رسم اگر عرف بشه و اگر مد بشه متاسفانه که شده خیلی جاها، سبب میشه خیلی از عزیزانی که میتونن برن حج، توانایی حج دارن، پولشو دارن، اما پول مخارج بعد از حج و سوغاتی‌های بعد از حج یا حتی قبل از حج دی برای رفتن به حج میهمانی میگیرن و قربانی میکنن و گوشت و گوسفند و گاو و شتر رو میریزن و چند صد نفر دعوت میکنن که آقا میخواد بره حج. و این موارد اگر در جامعه شیوع پیدا بکنه متاسفانه به جایی میرسه که طرف دیگه جرئت نمیکنه بره حج و جرئت نمیکنه بره عمره. حتی عمره طرف میگه من پول حج عمره رو دارم اما مخارج قبل و بعدش رو ندارم. این واقعا ما کاری نکنیم که حالا شاید کسی بگه جناب دکتر من خرج میکنم، اسرافم نمیکنم، دارم، ولی این مشکلات رو شاید صد عن سبیل الله میشه دیگه، دامن میذاره. جناب دکتر من تشکر میکنم از شما و در پایان برنامه رکن پنجم که آخرین برنامه ماست، اگر در 2-3 دقیقه یک پیام داشته باشید خدمت تمام بینندگانی که در این حدود 20 روز همراه ما بودن با پوشش خاص و برنامه‌های خاص مراسم حج و ویژه برنامه‌های حج، چه پیغامی به عزیزان دارید؟ ما در به اصطلاح برنامه اشاره کردیم که به اصطلاح قضیه حج در ادبیات ما خیلی پررنگ هست. ای کاش به اصطلاح یا مدیریت شبکه جهانی وصال حق یا یکی از عزیزان همت کنن برنامه امسال شبکه رو کلا به صورت نوشتاری در بیارن، در این کتاب چاپ بشه که واقعا کاری که امسال وصال حق کرد یک کار تاریخی هست و میتونه جزئی از ادبیات ما باشه. در این حال خب عبادت حج بود و ان شاء الله سال آینده در راه هست و حج دیگر و از الان نیت کنیم که ان شاء الله سال آینده در حج باشیم، آمادگیمون رو از الان بگیریم، خودمون رو آماده کنیم برای حج سال آینده و ان شاء الله که خداوند متعال نصیب همه ما بگردانه که بتونیم سال آینده رو در حج باشیم و حج حاجیان ما رو قبول بفرمایند. و اینی که حالا حج رفتیم یا فرصت شد نشد، نصیب شد یا نشد، ما از الان حاجیوار زندگی کنیم، سعی کنیم که چون ابراهیم و چون هاجر و چون اسماعیل و چون محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و سایر انبیا علیهم السلام باشیم و زندگی اونها، مرام اونها، اون رو مد نظر داشته باشیم و کمک کنیم که به اصطلاح حاجیانی عزیزی که به اصطلاح از حج برگشتن در مسیر زندگیشون ابراهیم وار باشن، ما در کنارشون باشیم و صد راه عن سبیل الله خدای نکرده نشیم. خیلی تشکر میکنم از حضور شما جناب دکتر در استودیو شبکه جهانی وصال حق. تشکر بسیار ویژه و خاص دارم از همه عزیزانی که پشت صحنه در طول این 20 روزی که ما با برنامه رکن پنجم به صورت زنده در خدمت شما عزیزان بودیم زحمت کشیدن، تلاش کردن. از محمد جان که مسئولیت کل استودیو و کنترل به عهده داره و از جاوید جان عزیز که کارگردانی بسیاری از برنامه‌ها رو در این طول این چند روز به عهده داشت و زحمت بسیار زیادی کشیده و همچنین فرید جان که همیشه ماشاءالله پشت صحنه بود و ما شاهد بودیم که زحمتی که می‌کشیدن. منیر احمد عزیز و احمد جان که باز حج رفته و تازه برگشته و ماشاءالله البته خب قبل و بعدش در خدمتش بودیم و به همراه ما بود. همه عزیزانی که تلاش کردن و زحمت کشیدن، بخش فنی و بخش تولید در بخش گرافیک فضربی صافی عزیز، خالی عبدالله عزیزانی که در بخش گرافیک، همه عزیزانی که در بخش مونتاژ و بخش به هر حال تولید شبکه جهانی وصال حق که زحمت کشیدن تا فیلم ها و مستندهایی که آماده شده برای شما عزیزان پخش کردین. و در اصل همه تشکر خاص از مدیریت محترم کانال استاد محمد انصاری عزیز که این اهتمام و توجه خاص رو
نسبت به برنامه‌های حج امسال مبذول داشتن و این فرصت رو در اختیار کادر و همکاران و دوستان عزیزان قرار دادن تا بتونیم خدمتی کرده باشیم خدمت شما عزیزان در طول 20 شبانه روزی که از 25 ذوالقعده تا امروز که حدوداً 15 ماه ذوالحجه هست در خدمت شما عزیزان بودیم به صورت زنده و مستقیم و با پوشش مستقیم برنامه حج امسال 1437 هجری قمری. تشکر خاص از همه شما عزیزان هم داریم که در این طول این 20 روز برنامه خودتون رو یاری کردید و همراه بودید با ما، با امید اینکه بتونیم در سال آینده در مراسم حج و در برنامه‌های حج بهتر و قوی‌تر ظاهر بشیم و بتونیم که انشاءالله حتی از نزدیک امیدواریم که بتونیم حج بکنیم. بسیاری از ما و شما دعا می‌کنیم که الله متعال ما رو در زمره حجاج بیت الله الحرام در سال آینده قرار بده تا این عبادتی رو که امسال از پشت صفحات تلویزیون دیدیم بتونیم که تجربه عملیش رو داشته باشیم. تشکر از همه شما عزیزان و همه شما خوبان و عزیزان رو تا برنامه دیگر به الله متعال می‌سپارم. الله یار و نگهدار شما. لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك